به نام خداوند مهربان، بینندگان ارجمند، هموطنان عزیز، با بود امیدوارم که خوشحال، صحت و سلامت و بردم هستید. امروز ما در برنامه امروز ما موردی رسانه‌های مستقل از جمله فشار بالای رسانه‌های مستقل از جمله قطع فعالیت خبرگزاری اخبار.com صحبت می‌کنیم. در برنامه ما هستند استاد ظفر صوفی، شاعر، نویسنده و مؤسس و سردبیر رسانه‌های آزادگان و خیلی که برای میدونید هفته‌نامه آزادگانی که از هفته‌نامه‌های با نفوذ کشور بود و همچنین سامانه آزادگان و همچنین همراه ما هستند برادر الله نظام، نویسنده، شاعر، روزنامه‌نگار و ژورنالیستی در چندین رسانه‌های مستقل کشور کار و فعالیت کرد. شما دید خیلی که میدونید 2 روز پیش یعنی 13 نوامبر اخبار.com با انتشار بیانیه از قطع فعالیت بود خبر داد. در این بیانیه آمده است که قرار به اساسی دادگاه عالی تاجیکستان که با درخواستی به اساسی دوستان خود صورت گرفت، این قرار و این سامانه و این خبرگزاری مشکلی های زیادی به بار آورد. از جمله فعالیت این و پخش این در قلمرو تاجیکستان ممنوع شد و همچنین ژورنالیستان، کارشناسان نمیتوانند که با نام‌های خود آزادانه با این خبرگزاری همکاری کنند، نظرهای خود را خبر بفرستند و خیلی که می‌دونیم با امنیت ژورنالیست‌هایی که با این سامانه با این خبرگزاری کار می‌کنند در خطر قرار گرفت و نام‌هایشان نشر شد و در اون یکی از سبب‌هایی که این روزنامه در بیانیه‌اش گفته است امنیت ژورنالیستان، امنیت اونایی که با همین سامانه همکاری می‌کنند. همچنین در اونجا یک محاسبه گفته است که مثلا لایک موندن و مردم همکاری کردن، همه اینها باعث شدن که یک فضایی را به بار آورد که دیگر فعالیت کردن به گفته همین مسئولین خبرگزاری اخبار دیگر فعالیت کردن امکان نبود و گفته است که در آینده اگر مهیا شد عرض وجود خواهد. حالا ما در تاجیکستان یک نظام داریم که قطع فعالیت اخبار این اولین است و شاید آخرین هم نباشد و ما چنین تجربه اول نیست و چنین تجربه رو دیدیم و شاید در آینده با این رژیمی که داریم خواهیم زیاد کنیم. حالا من از مهمان گرامی برادر ظفر صوفی خواهش می‌کنم که این سوال که قطع فعالیت اخبار از نظر شما از چی درک می‌دهد؟ خب درود بر شما و بیننده های شما. ببینید قطع یک رسانه برای یک نفری که با رسانه مستقل سر و کار داشته و زندگیش به حساب به رسانه وابسته بوده مثل من، طبیعی است که درک از یک تهدید، یک خطر، یک فاجعه میده و پذیرفتنش، قبول کردنش برای من بسیار سخت است. هرچند که مثلا میتونم نسبت هر رسانه یکی مستقل در کشور بوده و هست ایرادهای داشته باشم یا مثلا از برخی فعالیت ناراحت باشم یا مثلا جانبدار باشم، چه من چه هر کسی دیگری هم، البته اینجا منظورم فقط شخصی خودم نیست. اما وقتی میبینید یک رسانه بسته میشود، تعطیل میشود، واقعا کار خیلی بد است و این نشان از اون است که در کشور امنیت اطلاع رسانی وجود ندارد، فضای کشور بسته است. و از طرف دیگه هم ببینید برای فعالیت یک رسانه معمولا دریافت اطلاع خیلی مهم است. یعنی میشد گفت که
اکسیژنی فعالیت یک رسانه این اطلاع است. وقتی در کشور ما تمام راه‌ها برای دریافت اطلاع بسته شده، اونطوری که از جمله در مثال خودی سامانه اخبارم مسئولاش در اظهاراتشان نوشتن، خبرنگارشان نمیتونن فعالیت بکنن و سامانه چندین وقت است که ظاهرا در کشور بسته است، یعنی باز نمیشه، حتما با قلف شکن باید وارد شوند. خب از طرف دیگه هم دادگاه عالی هم که حکمش را صادر کرده، حکم به اساس شد اونطور که مخصوصا اگر رسانه منتقد باشد. حالا یا رسانه که مثلا آمد جانبدار حکومت باشد، اونو مثلا اگر قطع کردن اون بحثش فرق میکنه. از این نظر اگر مختصر بگم، بسته شدن اخبار، حال چه بسته باشن چه خودش بسته باشد، چه از طرف دولت فشار آورده باشه، وضعیت خوبی نیست. درک از وضعیت خوبی نمیتونه در کشور در بخش اطلاع رسانی. یعنی این فضای خفقان کننده ای که در تاجیکستان در نسبت رسانه است، به نظر شما این رو به باز بدتر شده رفته است، درست است؟ ببینید اصلا دیگر جای بدتر شدن ندارد. فضای اطلاعاتی یا که رسانه‌ای در کشور از تقریبا 6 سال پیش در بدترین شرایط بوده. این دیگه همون ادامه داره، همون چیزی که بوده، یعنی دیگه بدتر از این من فکر نمی‌کنم چیز دیگه باشه، چون هیچ رسانه مستقلی که در داخل کشور ما نداریم الان فعالیت بکنه. بله. که در بیرون هست یا رسانه به حساب رادیو آزادی بوده و حالا رسانه یا که خبرگزاری اخبارکام، حالا چند رسانه های دیگر هم که البته هستن، همه در بیرون هم. باز رسانه مثل ازیا پلوس هم هست که کار میکنند. درست است. رسانه ازیا پلوس مثلا نمیشد گفت که من بیشتر اینجا صحبتم روی رسانه تاجیکی بود، یعنی با اونایی که با زبان مردمی محلی به حساب نشون میشن. حالا ازیا پلوس جای خودش و جایگاه خودش دارد، شاید روی اون میشد اگر لازم است صحبت کردن. ازیا پلوس یکی از به نظر من یکی از حرفه‌ای ترین نشریه در تاجیکستان بود و هست. حالا که مثلا 4-5 سال اخیر ازیا پلوس هم با خیلی یک حالتی بسیار محتاطانه، خیلی سنجیده دارد فعالیت میکنه و شاید علتی تا امروز هرچند چند بارم علیهش شوریدند و بسته نشدنش هم این است که خیلی محتاطانه دارن عمل میکنن. سلامت باشه. برادر امرالله، شما که کار کردید و در چندین رسانه‌های مستقل که حالا دیدیم که 2 روز پیش خبر قطع فعالیت اخبار هم منتشر شده از طرف خود همین سامانه، به نظر شما چرا حکومت چنین اقدام‌های سرکوبگرانه نسبت یک اخبار دست زد؟ سلام و شما و تمام کسانی که این لحظه ها و یا اینکه بعدتر این برنامه را پیگیر میکنند. من نظرم این است که حالا اگر یک مرور کنیم به واکنش موافقان حکومت به بسته شدن اخبار و موافقان و مخالفین حکومت، در نتیجه من یک کاوش خورده که داشتم به این نتیجه رسیدم که واکنش های یعنی خوشحال کننده و یا اینکه به گفته حکومتی ها مثبت از جانب موافقان حکومت بیشتر از آنچه که مخالفان حکومت راه اندازی کردن در شبکه‌های اجتماعی بود حالا وجود دارد و یا اینکه پیدا شده است، طبق البته تحلیل هایی که و یا اینکه کاوش هایی که داشتم. از این برمی آید که حکومت، یعنی برای حکومت بسته شدن این خیلی هم یک خالی بزرگ به بار آورده است. حالا چی فرق میکند؟ فرض کردیم یک آدم طفلش را به دنیا میآورد و یا اینکه یک مادر طفلش را به دنیا میآورد، 4 سال بزرگش میکند. از ابتدا، حالا اگر دوران حاملگی و یا اینکه حامله داری یک فکر را هم کنار بگذاریم، همین که به دنیا آوردنش و یا اینکه روی صحنه آوردنش، این هم
خیلی زحمت می‌طلبد. اخبارکام هم در یک شرایطی به وجود آمد که واقعا هم برای خیلی ها کار کردن و یا اینکه حرفشان نگفتن در رسانه ها و یا اینکه با صدای بلندتر خیلی ها جرأت نمی‌کردند. همچنانه که امروز هم خیلی ها جرأت نمی‌کنند که گپشان را آزاد و یا اینکه بدون پرده به مخاطبان خود برسانند. در این مقصد اخبارکام آمد با جسارت تام همین مسئولیت و یا اینکه رسالت را به عهده گرفت و خیلی هم از دردهای ملت را کمتر کرد و یا اینکه به خیلی دردها دواها هم تا جای بخشید. هر اطلاع را سری وقت و یا اینکه به قدری توان رسانه‌ای میکرد و به گوش مسئولین میرساند. اما اینکه چرا فشار حکومت بالای این بیشتر شد؟ فشار همون طور میگویند هر وقتی که کسی را دیدی که بالای او سنگ بسیار میپرتایند بدون که حق جانب هموست، یا به همین معنا فکر میکنم که اخبارکام در یک مسیر قدم نهاد که خیلی هم برای جانبداران حکومت و حکومتداران و در مجموع موافقان حکومت خوش نبود و از راه‌های مختلف فشار آوردند. یعنی فشارهایی که در ابتدا داشتند اگر خودی همین واکنش‌های مسئولین اخبارکام اگر پیگیری کنیم یک وقتا به خانواده اشون فشار آوردند. حتی هم برادرش زیر فشار و یا اینکه زیر هر چیز یک نوع عاقب کردن برادرش رو هم رسانه‌ای کرده. در شبکه‌های اجتماعی ما داریم که خود همین برادر سلیمپور همین میرزای سلیمپور را به طور عاق میکند و میگه دیگه تو حق نداری از نام خانواده ما صحبت کنی. یعنی یک برادر نسبت به برادر خونی و حتی به برادر جانی خودش هیچگاه به این اجازت نمیتید که در ملای عام اون را عاق کند، به استثنای اینکه زیر فشار و یا اینکه زیر حالتهای روانی دیگری قرار داشته باشد. متاسفانه ما همین کار را و یا اینکه همین حالت را در سیمای این برادران در شبکه‌های اجتماعی شاهد بودیم و حالا هم خیلی ها به نوع از آن یک دستک فشار قرار داده میگویند که اگر که این آدمی خوب میبود برادر خودش عاقش نمیکرد. یعنی شما به این نظری که این فشارها این اقدام نسبت اخبارکام برمیگردد به فعالیت موفقانه انسان؟ بله؟ از یک نگاه بله، از نگاه دیگر فکر میکنم که حالا چی موفق باشد و یا اینکه چی غیر موفق این یک پهلوی بحث است. اما پهلوی دیگر برای حکومت صدا بلند کردن غیر از آنچه خودش میخواهد و یا اینکه غیر از آنکه خودش میخواهد صدایش را بشنود در این شرایط غیر قابل قبول است. حالا اگر فرض کردیم اخبارکام نه هر رسانه دیگری هم بیاید و یا اینکه هر شخص دیگری هم با صدای بلند از حکومت انتقاد کند، حکومت موضعش را تقریبا به همین مانند اخبارکام میگیرد. فرض کردیم همین مخالفین امروز من صحبت دارم شاید فردا رفته بالای برادرم فشار بیارن و یا اینکه امروز برادر ظفر صوفی صحبت دارند و یا اینکه اگر انتقاد کنند شاید فردا به نزد پیوندانشون در تاجیکستان اگر حضور داشته باشند بروند و بالای اونها فشار بیارند. این یک نوع راههای فشار عادی ترین راههای فشار هست و بعدتر هم وقتی دیدیم که حکومت مجبور شد که اخبارکام رو به لیست رسانه های ممنوع و یا اینکه جانبدار بله رسانه های سیاه وارد کند. این از آن درک می‌دهد که حکومت تمام تلاش ها و راه های فشار را به کار گرفت. وقتی موفق نشد از طریق دادگاه و از راه های قانونی حالا غیر قانونی هم که هستند ما غیر قانونی میدونیم این راه ها و این فشارها را تاجیکستانی ها را مجبور کرد که دیگر مطالب این رسانه و یا اینکه امثال این رسانه را پیگیری نکنند، نخوانند و به اصطلاح خودشان آنچه که این رسانه ها میدهند برای خود همچون غرضناک و یا اینکه مخالف دولت قبول کنند. سلامت باشین. اکای ظفر شما چند پیش گفتید که 6 سال اخیر در 6 سال اخیر یعنی فشار
چنان به حد زیاد شد که دیگر از این حالت دیگر نمیتونیم بدتر بگیم بدتر میشود، یعنی 6 سال. ولی واقعا اگر نگاه کنیم ما از 2015 یا از 2000 به شکل قوی‌تر از 2005 تا 2015 یک عده از رسانه‌های مستقل عرض وجود کردند و واقعا هم از جمله آزادگان، نگاه، روزینه و اون فرج مثلا دیگر عرض وجود کردند و حتی نجات و اینها و خیلی از رسانه‌ها فعالیت داشتن و میشود که بگیم بهترین یعنی در همین تاریخ معاصر تاجیک یک یعنی فاصله واقعا طلایی نگیم، یعنی بهترین بود این وقت. ولی متاسفانه از 2015 که شما هم همین مؤسسی رسانه‌های آزادگان بودید، فشارها شروع شدن و بسیاری از این رسانه‌ها قطع کردن. شما که تجربه تلخ را داشتید، از سر خود گذراندید، آیا وقتی که اخبارکام فعالیت خود را در چنین وضعیت بد شروع کرد، شما آیا توقع داشتید که این روز به سر اخبارکام؟ ببینید در هر صورت حال شروع کنیم از سال 2005 تا 2014 15 واقعا این 10 سال یک دوره رشد رسانه‌های مستقل بود. از جمله همونطوری که شما هم گفتید مثلا روزنامه، ملت، آزادگان، فرج، نگاه، حالا همشه که شما نامبر کردید اینجا، این رسانه‌ها خود ازیا پیلوس، این رسانه‌ها واقعا نقش خودشون انجام دادن. فقط یک کمی باید توجه کرد که دو چیز آواز اکی زخر هنگز آوازی خشت یک چیزی آواز هست بردار امرالله بس شما هست خشخش دارد چیز بله چیزی خشت یک دقیقه انا بفرمایید نکنید. خب پس از اول چیز میکنم. از سال 2005 تا 2015 یعنی 10 سال واقعا یک دوره رشد رسانه‌های مستقل است که من امیدوارم در تاریخ مطبوعات کشور واقعا جایگاهشان و نقششان برای همیشه باقی خواهد ماند. خب رسانه‌هایی که شما همش نامبر کردید نمیخوام دوباره تکرار کنم و جز این که فقط از اپلوس اینجا شما ذکر نکردید، اونم خیلی نقش داشت در اینجا. اما از سال 2000 البته از سال 2000 شاید 12 به بعد شروع شد فشارها بر علیه رسانه‌های مستقل. باید یک چیز تاکید بکنم در این مورد که در تاجیکستان رسانه‌ها دو ویژگی از رسانه‌های شاید کل جهان داشتن. یکی این که مؤسسی همه رسانه‌های مستقل در کشور نه مثلا نفرایی گویم که سیاسی یا صاحب سرمایه‌های اونچنانی، بلکه خود روزنامه‌نگارها بودن، اونایی که در این رشته فعالیت میکردن و آمدن کار کردن. البته یک که دو نفر استثنا همیشه هست، اینطور نیست که همشون باشن، اکثریت روزنامه‌نگار بودن. و جهت دیگرش این که در این مدت از سال 2005 تا 2012-13 رسانه‌ها وظیفه منبری درد مردم داشتن. یعنی با توجه به اینکه احزاب هرچند وجود داشتن، اما میشد گفت که نقش احزاب هم از طریق رسانه ها شد، چون نه همه احزاب رسانه خودشون داشتن. با توجه به این رسانه ها میشد گفت که از جانب حکومتی که داشت به سمت دیکتاتوری میرفت، همچنین یک مخالف خودش پذیرفته شد. اگر توجه کنید از زمانی که آقای سیمومی یتیم سر قدرت آمد در کمیته امنیت و فضای کشور را کاملا امنیتی ساخت، دیگر به همه چیز با چشم شک و شبهه نگاه میکردن و در اون پروتکل 3220 هم اشاره ها به تعطیلی فعالیت رسانه ها هست و همیشه مثلا یک طریقی که
نوبت به نوبت مثلا آمدن اون وکیل مدافع هایی که یک کمی آزادگو بودن اون رو به زدن، سرکوب کردن و آمدن به سمت احزاب بستن و به سمت رسانه ها. یعنی یک طریقی از قبل برنامه ریزی شده بود. اینطور نیست که مثلا گویم که یک بار آمده باشد. و علتش هم فکر میکنم سر این است که رسانه ها وظیفه خودشون درست انجام میدن، اما برداشتی طرف حکومت در سیمای رسانه مخالف خودش دید و این چیز باعث شد که برخوردشون اینطوری تند بشود. حالا اگر بیایم سر اخبار، ببینید من هنوز راستی در رابطه با پره در مورد اخبار یک نتیجه گیری اونچنان ندارم، چون اظهارات رسمی یک چیز دیگه است، پشت صحنه میتونه چیزای دیگه باشه. مثلا وقتی که ازدگان ما بستیم، اول خبرگزاری تعطیل کردیم، بعدا مثلا آمدیم و اظهارات اولی ما مثلا حتی صحبت رسانه‌ای من چیز دیگه بود، چون من اون همکارام که اونجا بودن برای اونا نگران بودم. همونطوری من درک میکنم مرزای سلیم‌پور مثلا برای خانواده مثلا نگاه، همونطوری مرزای سلیم‌پور برای خانواده‌اش نگران است. یعنی به همین خاطر من هنوز چون خیلی از پشت صحنه خبر ندارم، یک چیزی سره یا مثلا آشکار گفتن برام یک کمی مشکل است. اما آیا توقع داشتم یا نه اینکه خبرگزار آزادی را مثلا میخوام اخبار کام روزش به این روزی که حاضر هست میانه که براش مانع ایجاد میکنن و در دراز مدت برای بسته شدنش تلاش میکنن؟ بله توقع داشتم. عرض کردم از سال 2011-12 به بعد بود که کاملا فضای اطلاعات، فضای خبررسانی کشور امنیتی شده بود. دیگه به هر خبر کوچکترین هم دنبال امنیت میگشتن. ما اون وقت در تاجیکستان بودیم، مثلا من با بعضی از اینا که می اومدن سر اداره همکارم ما میخواستن صحبت کنن، با بعضشان مثلا در صحبت ها گفتیم که برادر شما نباید بیاید از خبر، از یک خبرنگار یا نفری مثلا امنیتی بجوید، این وظیفش همینه که خبررسانی میکند. اون شمایید که میاد از این هر چی میسازید برای خودتون که این نمیدونم با کجای میپیونده. و اصلا هیچ خبرنگار دنبال نیست. خبرنگار وظیفشه که سره کی چی کی در کجا را به مردم برسوند. و اخبارکام با همه فعالیت مثلا فشارها تلاش کرد که این رسالتش درست انجام بده. یعنی اخبارکام یک رسانه مخالف که نبود، اخبارکام یا رسانه بی‌طرف بود، بی‌غرض بود، می‌خواست که خبری بی‌طرفانه حرفه‌ای برسد. حالا این که مثلا چون فشار بود و یک کمی نمیتونست به حد والای مثلا گیم حرفه‌ای همه خبرها را مثلا تحقیق بکنن، چیز کنن، اون بحثش فرق میکنه. علتش هم در جای دیگه بود که در حکومت است. و از این نظر من انتظار داشتم که یک روزی مثلا روی اخبار کم فشار بیش از حد میارن که آوردن متاسفانه و روزم اینطوری شد. حالا شما درباره فشارها بالای ژورنالیستانی که در آزادگان کار میکردن، بالای شما، بالای رسانه صحبت کردید و در اخبارکام هم در بیانیه هم خیلی گفتید حالا بیرون از پشت این باز دیگر واقعیت‌های دیگر هم وجود دارد، ولی در خود همین بیانیه آمده است که من نمیخواهم که اونها ژورنالیستانی که با من همکاری میکنن، اونهایی که با من یک پست نیت دارن لایک میگذارن، اونها رو در امنیت اونها، زندگی اونها رو در خطر بدونن. برادر امرالله، شما که خودتون یک خبرنگار هستین و چندین بار از فشار خانواده خود درک دادین، خبر دادین در رسانه ها، حالا مثلا چخیل یک خبرنگار وقتی که در مشکل روبرو میشد، مشکل امنیتی، وقتی که با چنین فشارهای روانی نسبت خود، نسبت عائله خود روبرو میشود، چی احساس خواهند داشت؟ میتوانید همین شما که خودتون با چشم خود دیدین میتونید در این باره صحبت کنید؟ من بعضی حالت‌ها رو شاید که زبانم به تصویر اونها با یا اینکه کلمه هایی که میدونم به تصویر اونها شاید بسنده نباشن. فرض کردیم من یک حالتی خیلی هم عجیب داشتیم. سال 2011 بعد از نشر یک مطلب، من تقریبا طول 2 هفته و یا اینکه 3 هفته اصلا مطلبم مال این من نبود، مال خلاصه کسی دیگر بوده و در رادیو آزادی چاپ شده بود و جای هم نام مرا و یا اینکه از نام من سوء استفاده کردگی بودند.
ما که در اون وقت در محله 102 زندگی میکردیم، چند مدت یک خلاصه کسی را میدیدیم که پیگیری میکرد و یا اینکه نظارت و تعقیب میکرد. باری همین خیلی شد که یک دخترچه مال همین تقریبا 8 ماهه و یا اینکه 10 ماهه چیزی کم 1 ساله بود و بیرون میبرامد قطعی کودکای همسایه بازی میکرد. بعد خلاصه آمد اشاره کرده گفت همون دخترچه تا دوست میداری؟ ولی وقتی که میآیند میگن که من میدونم من اون وقت فرزند اولم بودیم، ولی وقتی میآیند میگن که روی راست تو همین دخترچه تا دوست میداری، یک کس نمیدونم چی برداشت میکنه. من فکر کردم که میخوان که چیزی از بدنم رو بکنم بگیرم با این حالت. و بعد همین حالت اون وقت این سردبیر و یا اینکه مسئول رادیو آزادی اون خانومی که از کار اخراجش کردن اون بود، این حالت رو همش در میان گذاشتم. بعد از اون رادیو آزادی عذر پرسید و با همین از شر اونها خلاص شدم. این یک. سال 2015 بعد از همین حادثه های سپتامبر من تقریبا هر روز بعدیشون و یا اینکه هر شب یک کسی می اومد و یا اینکه یک گروه می اومدن با هر بهانه یک بار خانه ما را گفتی همون چی طواف میکردن میرفتن، ولی اگر همین تعبیر درست باشد، یعنی همیشه در این حالت گرفت بند بودیم. فکر من در این بند بود که امروز و یا اینکه این ساعت یا که زمان دیگر اگرم به خودم آسیب نرسد به کسی دیگر از خانواده ما آسیب میرسد. این حالت هایی بودن که بعد در همون شب و روز با بعضی دوستان همیشه خودمون رو باز به نوع تسلی میدادیم، میگفتیم که خیر اگرم بازداشت شدیم 10 سال 12 سال برای 10 سال 12 سال از حاضر آمادگیتون رو ببینیم. این چیزها رو با دوستان با خیلی از دوستان رو شد و بدون پرده میگفتیم و حاضر هم و حالا هم اون دوستان شکر خدا در قید حیاتن و این چیزها رو میتونن که روز شب با هم باز در جاهای دیگر هم گوییم. اما وقتی که از تاجیکستان برآمدیم سال 2015 به بعد، مثلا سالهای 2016 2017 2018 حتی 2019 هم همین خیلی فشارهای خیلی سنگین بالای برادرانم بود. من که صحبت برادرم رو و یا اینکه صدای برادرم رو خیلی هم شاید مدت 2 سال و یا اینکه زیادتر نشنیده بودم، یک وقت از داخل پدوال وزارت کارهای داخلی، شعبه وزارت کارهای داخلی و یا اینکه شعبه امنیت در ناحیه بخش از داخل پدوال خلاصه صدا میتیه، میگه امرالله جان سازی، میگه یک نوع صدای اون آواز شومی که همون اطراف احاطه کردگی، فکر میکنم کسای دیگر هم در اونجا حضور داشتن خود زیر فشار بودن و یا اینکه زیر هر چیزی. من دیگر برداشت کردن نتونستم، گفتم اکا خودت از کدام زیر زمینی و یا اینکه پدوال صحبت داری؟ همین قدر میگفت که خلاصه این کار کند. آخه گفتم جای این کار کردن نیست همون آوازات. وقتی هم با اون مسئول وزارت و یا اینکه کمیته صحبت داشتم، اون هم خلاصه خیلی هم نمیدونم بیرویانه میگفت که ما هیچ کار نکردیم و یا اینکه این یک دعوتی خلاصه معمولی ما هست به همین معنا. یعنی کسانی که پیونداشون زیر فشار قرار دارند، حالا من برادران میگویم، اما دوستانی دارم که فرض کردیم مادراشون و پدرای بزرگوارشون خیلی هم کلانسالن زیر فشار قرار دارند، از ناحیه های کوهستانی بارها به پایتخت به خاطر بازجویی اونها را صدا کردن و یا اینکه زیر زحمات البته شکنجه های روانی برای بازپرسی به پایتخت آوردن. این حالت را وقتی میشنویم و یا اینکه وقتی کسانی که این مرحله را گذشتند خیلی هم برایشون درد آور و یا اینکه درد آفر بوده میتواند، چون که ما هیچ کس درست و یا اینکه اطمینان داده نمیتوند که بالای اونها چه حالتی رخ داد. اگر هم شاید فشار اونها بالا بسیارتر شود یا اینکه فشارشون زیادتر شود، شاید از
سین سالی رفته و یا اینکه زیر فشارهای دیگر اونها را بزرگوارا را از دست بدیم یا عزیزان را از دست بدیم، چی برادر باشد و یا اینکه چی خواهر و چی پدر باشد و یا اینکه چی مادر. این عزیزانی که ما داریم اینها عزیزانی هستند که شاید در دنیا برای ما تحفه های یگانه باشند از جانب خداوند، اما این تحفه های یگانه که برای ما ارزانی داشته است یک باره با سبب نمیدونم کمی بلند صدا کردن و یا اینکه کمی دغل گفتن اینها را از دست بدهیم، این فکر میکنیم که خیلی هم قابل تحمل نیست و همه هم نمیتوانند که این چیزها را برداشت کنند، بجز کسایی که خیلی هم از خود گذشته‌اند و دیگر راهی ندارند که پس بگردند. اونها شاید که از بحر همه چیز میگذرند و میگویند که ما باید یا خودم قربان شم یا کسی دیگر را قربانی کنم که همین مقصد و یا اینکه به همین راه. برادر امرالله درست میگید. واقعا هر ملتی که مثلا حالا ملت‌های آزاده و پیشرفته را می‌بینیم اونها هم خیلی قربانی‌های زیاد دادن. من واقعا هم چه ژورنالیست چه فعال سیاسی هر کسی که برای این ملت دلش می‌تپد از طرف این رژیم از طرف این حکومت واقعا فشارهای بالای خودش بالای خانواده‌اش احساس کرده است. از جمله خود ما هم که دیدید که چه قدر مثلا مادری که بیچاره اون قدر عمرش هم رفته است و با مشکلی زیاد دارد از نگاه سلامتی، با اونم چه رفتار میکنه. بله یعنی واقعا هم اگر ما میخواهیم، من دست همه روزنامه‌نگاران و ژورنالیستانی که برای ملت دلش میتپد و میخواهد که اخباری بی‌غرض و واقعیت ها را به مردم اشاره کند، من دست پای اونها را میفشورم و واقعا هم قهرمانان ملت هستند. من دعاگو هستم در این روز که همه مثلا امنیت ژورنالیستان و روزنامه‌نگاران تاجیک و خانواده‌هاشون را خداوند در پناهش نگهبان باشد. دوستی عزیزم، حالا میریم اکی ظفر. مثلا شما در مدت اینقدر 4 سالی که همین اخبارکام فعالیت کرد، هجوم‌های زیاده مثل که به مخالفین میشد، مثل که به دیگر روزنامه‌نگاران و دیگر رسانه‌ها روانه شد از طرف حکومت، هجوم‌های فیکی، هجوم‌های فیک‌های نزدیک به حکومت بالای اکی میرزا سلیم پور مؤسسی اخبارکام خیلی زیاد بود. صورت‌ها و نام اخبار را با تحقیرآمیز با استهزا می‌گرفتن، نام خود اکی میرزا را و عکس‌های خیلی بد نشر می‌کردند. چرا حکومت به نظر شما که شما خودتان چنین تجربه را از سر گذراندید، چرا حکومت با ژورنالیستانی که فقط تنها میخوان که مثلا نه مخالفین هستند و در این بیانیه هم خیلی اومده است که ما نه مخالفین هستیم، میخوایم تنها همین خبرها را بی‌طرفانه بی‌غرضانه مطرح کنیم و مردم بدهیم؟ چرا حکومت چنین کارها رو میکند از طریق فیک‌ها، از طریق دیگر و مثلا ژورنالیستان واقعی و ژورنالیستان بی‌طرف چنین هجوم‌ها را روا می‌بینید؟ ببینید، البته باید این سوال با ایدئولوژی حکومت و اونایی که مثلا این گونه برنامه‌ها را، یعنی که واکنشی مقامات و نهادهای سرکوبگری حکومت دیکتاتوری را طراحی کردن، باید با اونها داده شد که چرا شما مثلا این کارو میکنید. یعنی رسانه مثل یک آینه است. حالا یه آینه قدنما، در آینه قدنما آقای امام علی رحمان یا آقای صمیم یتیموف اگر آمدن دیدن موی سرشون اگر مثلا کج بود، لباسشون مثلا تگمه نداشت، تگمهشون چپه بود، یا نمیدونم حالا خدا نخواسته پاشون مثلا مشکل داشت، دستشون مشکل داشت، یعنی تقصیر آینه که نیست. بله. یعنی اون نقص در من، اگر مثلا من جای پیراهنم مثلا داغ داشت، خب من باید برم شرکت پیراهنم بشم، نه اینکه بیام مثلا آینه رو بزنم بشکنم. فعالیت الان حکومت و مخصوصا نهادهای سرکوبگری حکومت به نظر من مثل همون است که یه نفر بیاد در آینه بیند که موش مثلا شانزده نیست، ناراحت شود، از بس خودخواه هست ناراحت شد بزند آینه بشکند، در صورتی که باید شانزدن شاید مثلا درست میشد موش. و فعالیت رسانه های مستقل من فکر میکنم اینطوری است، اونا نه مخالفن
نه موافقم. یعنی مثل یک آینه هر چی هست را نشان میدهند. اگر هر جایی که یک رسانه، البته خطای قرمز طبیعی است که وجود دارد، مرزهای وجود دارد، تنها نسبت حکومت باید باشد یا مخالفین در اون نه اصلا فرق نمیکنه. برای مثلا من رسانه دار، طور مثال برای من همه هموطنان عزیزن، چه موافق چه مخالف چه نمیدونم، حتی تا زمانی که جنایتش ثابت شده، آدمی که مثلا آدم کشته باشه تا زمانی که دادگاه نیاد ثابت نکرد، اون برای من بیگناه است و عزیز است. من حق ندارم که اونا نسبتش مثلا خدا نخواسته حکم صادر کنم. یعنی من روزنامه نگار و از این نظر مخالف و موافقی ندارد. هر چی هست آینه مثلا همه را یک جوری نشان میده، همونطوری که هستن خودشون. حالا در جاهای میان مثلا امنیت ملت هست، حالا کشور در حالت جنگ قرار دارد، بله اون وقت فرق میکنه. یا جای هست که مثلا این حرف میتوند باعث خیانت باشد، اسرار یا سر فاش بشود، اون موقع بله پیش روش میشه. یعنی آینه دیگه اون وقت باید که پرده بکشد روش. مثلا بگیریم یک حالتی باید که نشان نشه، چیزایی هست، موضوعی هست که پرداخته نمیشه داد. اما این که بیاد مثلا بگیریم ایمان رحمان تنقید بکند، یا مثلا بگیریم شخص من تنقید کرد، یا نمیدونم حالا هر کسی را، فرقی نداره، اگر تنقید بشد خطاهاش گفته بشد، نه اینکه تحقیر، نه اینکه مثلا دخالت به زندگی خصوصیش، حریم خصوصی جای خودش، نباید اینجا دخالت بشه. و در این حالت رسانه وظیفه‌اش انجام میده. این که مثلا بعضا میشد که بعضی از اسرار فاش میشد و اون اسراری بگیم که بیشتر خصوصی است، خانوادگی بگیم، اون فاش میشد، فقط اون موقع میتونه توجیه داشته باشه که این وابسته بوده به فعالیت سیاسی، یعنی اثرگذار بوده. اگر مثلا بگیریم آمدیم در رابطه با خانواده امام رحمان، با دختر امام رحمان یا با داماد امام رحمان مطلب نشر می شود، زندگی خصوصیش مثلا فرق شد، از اون دیدگاهی که همون کاری که کرده بر ضرر ملت بوده. حالا اگر کار شخصیش بوده کاری نداره، ما با اون کار شخصی نباید رسانه کنه. اما این که مثلا اگر این کاری که این کرده و منفعت مردم ضرر رسانده، طبیعی است دیگه اون از حریم خصوصی اون بیرون رفته، اون دیگه مثلا باعث ضعف کار اون شده. بله باعث ضعف کار شده. مثلا بسیار خوب. مثال ها زیادن، میشد روی مثال هم، اما چون صحبت سر اخبار است، اخبار در هر صورت رسانه نبوده که فاشکاری اونچنانی کرده باشد. اخبار فقط در یک موقع سر کار آمده موفق بوده که دیگر رسانه ها نبودن در داخل. اگر فضای رسانه‌ای خالی نبود، ببینید اون وقتی که اخبار کار سر کرد، آزادی در یک حالت بود که بیشتر مثلا همه میگفتن که نزدیک شده به فیلیالی خاور. رسانه های داخلی هم که اینطوری بودن، یک رنگ بودن، هر چیزی که حکومت آمد یک قالب شکنی کرد. ولی اخبار آمد یک آزادی، یک رسانه مستقله به نمایش گذاشت. بعض جا مثلا حتی گذشت از گویم که چیز حکومت نسبتش شور برداشتن. چون البته ببینید من فکرهای حکومت اصلا فیک است، اون ارزش ندارد، اون هیچ چی نیستن. وقتی که در رابطه با هیچ چی صحبت کردن نمیخوام راستش، اما ایدئولوگ هستین بدون تاثیر نیست. ولی ایدئولوگ های حکومتی که ساختن اون رابطه‌شون، من بیشتر صحبتم با اون ایدئولوگ های حکومتی، اونایی که مغز اینا هستن، با روی صحبت من روی اوناست. اونا چرا ناراحت شدن از این چیز؟ اونا از همه گونه اندیشه ناراحتن. یعنی هر گونه چیزی که باعث به بیداری مردم میشد، باعث به آزاداندیشی مردم میشد، اونا ناراحتن، یعنی نمیگذارن. چون بیشتر عرض کردم برای شما که فضا را امنیتی کردن، نظامی است. در فضای نظامی وقتی تصمیم نظامی است، تصمیم امنیتی است، هیچ امنیتی نمیخواد که ارشد که آزادی باشد. چون فکر میکنن که با زور، با فشار، با ترساندن، با تحقیر، با شکنجه میشود جامعه را نگاه داشت. همیشه این فقط خاصیت تاجیکستان نیست، همه گونه نظام های دیکتاتوری که تصمیمشون
یعنی ژورنالیستان هم با چنین مشکلات روبرو هستند؟ بله، در همه جای دنیا شما ببینید، هر جایی که نظام دیکتاتوری است، هر جایی که تصمیم ها امنیتی و نظامی است، متاسفانه در اونجا ژورنالیست‌ها یا زندانیان یا حتی به خیلی حالت‌ها کشته میشوند، زیر حساب لطکوب قرار میگیرند و صدها مشکلات دیگر که به سر ژورنالیست‌ها آمده و می آید متاسفانه. برادر امرالله، شما هم در مثلا فیسبوک فعال هستید و من شخصا خودم دیدم که فکرهای حکومت نسبت شما هم تحقیرها انجام میدین، اتهام میکنن. به نظر شما یک ژورنالیست در برابری همین اتهامات و تحقیرهای فکرها چی حکومتی و چی غیر حکومتی چی باید؟ از نگاه اول ژورنالیست و یا اینکه هر کسی که دعوای انسان بودن میکند، اون یک ضمیر بیدار دارد و اون ضمیر بیدار و یا اینکه وجدان بیدار هم توانایی قبول و یا اینکه پذیرش همه گونه فشار و تهمت بالای صاحبش یک نوع اندازه دارد. هر وقتی که از اون اندازه زیاد شد، دیگر مجبور می شود به واکنش و یا اینکه عکس العمل هم از خودش نشان دهد، خواه خوب باشد خواه بد. اما در خصوص فکرها راستی تا وقتی که ادب را رعایت میکنند و یا اینکه از دایره اخلاق بیرون نمیشوند، فرض کرده من هم تمامی تلاش رو میکنم که از اون فراتر و یا اینکه خودم با اون سطح اونها پایین نرم. اما وقتی میبینم که فرض کردیم خیلی مرزها را گذاشتن، خیلی هم خطهای قرمز را عبور کردن، در اول تلاش میکنم که اون بحث ها خاتمه یابند و یا اینکه اگر هم با خاتمه نیابند اون نمیدونم حذفشون کنم. اگر که نفهمیدن شاید یگان واکنشی دقل هم از ما صورت بگیرد. اما در مجموع وقتی که یک روزنامه‌نگار که خیلی هم بالای خودش و یا اینکه بالای آنچه میخواهد به مردم تقدیم کنه، چی از حال تمامی دارایی یک روزنامه‌نگار فکر میکنم که همان عقلانیت و یا اینکه همان داده هایش هست که به دیگران میخواهد انتقال دهد، یعنی داشته هایش هست که داشته های اطلاعاتی هست که میخواهد به دیگران انتقال دهد. این اکثر روزنامه‌نگاران ما که پولدار نیستن به مردم پول خیر کنند و یا اینکه خیلی هم نمیدونم سخاوتمند نیستن که به مردم دیگر خیلی کمک های روانی و نمیدونم دیگر کمک های مادی و معنوی دهند. اما یک روزنامه‌نگار پیش از همه تمام داراییش همون افکار، همون قلم، همون اندیشه هایش هستند که میخواهد رایگان و بدون کدام زحمت و یا اینکه بدون کدام مزد و مردم در میان بگذارد و همین داشته هاش و یا اینکه همین داده هایی که میخواهد به دیگران انتقال بدهد، خواه از خودش هستند، خواه از طریق دیگران کسب کرده و در رشته تحلیل در آورده و بعد هم در چارچوب های علاهیده میخواهد به دیگران تقدیم کند. این بایگری یک روزنامه‌نگار در همون ساعت همون اطلاعاتش است. اگر هم همون اطلاعات از اون بگیریم و یا اینکه از اون غصب کنیم، دیگر فکر میکنم که در بعضی حالت شاید که یک تیر بالای اون خالی کردن برای اون روزنامه‌نگار سبکتر از آنچه که اطلاعاتی که ما از اون گرفتیم باشد. حالا که میگویند از یک نگاه همین ژورنالیستان دیوانه هستند، من هم شاید که به این مقوله خیلی هم باور داشته باشم، چون که اگر هم واقعا هم از یک نگاه اگر همین دیوانگی نباشد، در داخل جنگ، در داخل تمامی مشکلات را به عهده میگیرد، اما کار خودشان را برای خودشان یک نمیدونم فخر و خیلی هم قدر میداند و به همین قدر کردن کاری خود و یا اینکه پیشه روزنامه‌نگاری خودشان در اکثر مورد بالایشان بلا میارد، فشار میارد، نمیدونم بعضا اونها را با مرگ مواجه میکند. اما تمام اینها را پیش نظر گذاشته باز هم همون حرفش و یعنی همون اندیشه‌ای که دارد میخواهد به دیگران انتقال دهد، خواه در قالب اخبار باشد، خواه در قالب گزارش و یا اینکه چیزهای دیگر،
این تمامی داشته های یک ژورنالیست فکر میکنم که در همان لحظه های خبررسانیش است و به خاطر انتقال کردن این داشته هاش اون تمامی تلاشش رو میکنه دیگر طرف چی میگوید و یا اینکه کسای دیگر چی میگویند اونش درجه دوم و سوم قرار میگیرد. فرض کردیم اگر که همین ژورنالیستایی که ما در میدانهای جنگ و در میدانهای نبرد داریم، اگر اونها هم میدونن که شاید کشته شوند، میدونن که اگر یک حرفی ناجا و یا اینکه یک حرفی که نمیدونن به کسی سخت‌تر بخورد شاید که سر اونها از بدنشان جدا شود، اما با این حال تلاش میکنن که همون داشته هایی که هستند و اونها را حقیقت حال میپندارند و به این نتیجه رسیدن که حقیقت همین حادثه و یا اینکه واقعیت چنین است، اونها را به دیگران به اشتراک میگذارند. همین به اشتراک گذاری اطلاعات خیلی ها را ناراحت میکند، چون که یا کمبودی اونها را، طوری که پیشتر این اکای ظفر هم گفتن که رسانه به مانند آینه هست که آینه قدنما، همین کج و کلیبی که ما از دیگران بعضا به نمایش میگذاریم و یا اینکه به جامعه نشون میدیم که همین آدم لباسش نمیدونم پاچهش کنده است یا که یا اینکه پاچهش نمیدونم شیمش اتو نکرده پوشیدگی. حالا بعضا حالت هایی که ما انعکاس میکنیم، مطالبی که انعکاس میکنیم، حالا به همین مانند افکار و رفتارهای ما هستند، رفتارهای جامعه و مسئولان ما هستند که ما اونها را میخواهیم همچون روزنامه‌نگار به نمایش بگذاریم و یا اینکه اطلاعاتی که به دست آوردیم به دیگران به اشتراک بگذاریم. و این به اشتراک گذاری اطلاعات درسته که بازم میگم تاکید میکنیم که همه را خوش نمی آید، چون خوش نآمدن به این معناست که شاید کمبودی آنها گفته می شود و یا اینکه شاید بعضی منافع آنها زیر سوال قرار داده می شود. وقتی هم منافع دیگرها زیر سوال قرار داده می شود، آنها هم تلاششان میکنند که از خود دفاع کنند. اما در سیمای فکرهای حکومت که بالای روزنامه‌نگاران خیلی هم نمیدونم بدون حد و مرز سنگ میپرتایند و یا اینکه حمله میکنند، این گواه آن است که حکومت از درست است که حکومت به کمبود نیست و از جانب دیگر اون خبرنگاری که بالای و یا اینکه مورد حمله قرار گرفته است در همان موضع گرفتگی خودش و یا اینکه در همان خبری که پخش کرده و بعدی اون مورد حمله گرفته است، این برای ما درک میدهد که خبرنگار واقعا هم شاید در همون موقع کاری درست کرده باشد، اما چون حکومت شرم می‌دارد که رسما از خودش آمده دفاع کند، به همین خاطر یک خیل و یا اینکه یک گروهی فکرها رو بالای اون میفرستد و این فکرها می‌دانند دیگر زبانی و یا اینکه دهانی به دروازه شد. بله، حالا که درباره گذشته از 2005 تا 2015 در وضعیت کنونی در مورد وضعیت کنونی صحبت کردیم، حالا میگذاریم به آینده. در همین بیانیه‌ای که اخبار نشر کرد در اونجا گفتگی است که ما مثال نه یگان به حزب ربط داشتیم، نه مخالفین بودیم، نه همیشه بی‌غرض بی‌طرفی اینها را رعایت میکردیم. بر وجود این چنین وضعیت اومد و ما در آینده شاید شرایط بهتر شود، همین از نو احیا کنیم اخبارها یا اینکه یک سایت نو از صفر شروع کنیم. و در اونجا اومده است که با اون تجربه‌ای که در این 4 سال ما با خود دیدیم، شاید بتوانیم که اون جناح سرکوبگر، این جناح را که استفاده برده است، جناح سرکوبگری که در حکومت است، نتوانند بهانه بتیم به اونها که دوباره همین سامانه نو یا که خبرگزاری نو را قطع کنند. اکی ظفر، شما که در این رسانه از دیر باز هم رسانه دار بودید و همه اینها را با چشم خود دید، آیا امکان دارد چون این چیزی که یعنی در آینده مثلا یک سامانه مثل همین اخبارکام بیاید و بیتواند به حد هم فعال باشد و در برابرش نهادهای یا جناحهای سرکوبگر حکومت خیلی که در بیانیه آمده است نتوانند که این مثلا ببندند یا فشارها بالای اونا
بیشتر کنند. و امکان چنین چیزی دارد؟ بله خب ما مردم معتقدیم که ناامید شیطان است. امیدواریم که به هر صورت همیشه چیز میشد، اما توقع داشتن از اینکه مثلا یک گلیم سیاه با شستن سفید می شود واقعا جای خنده دارد، چون واقعا سفید نمی شود یا با در هاون آب کوبیدن کار بیهوده است. ببینید تا زمانی که جناح سرکوبگر خود نام جناح سرکوب اون وظیفه‌ش اینه که سرکوب بکنه، وقتی که اون جناح وجود دارد مطمئن باشید که اون میاد سرکوب میکنه، بهانه هم پیدا میکنه. اگر با شسته رفته تمام تلاشش بکنند، حالا چه اخبار چه هر کسی دیگه تمام تلاشش بکنند، اگر اون جناح سرکوبگر تا زمانی که وجود دارد برای توجیه وجود خودش هم که شده عیب میابد، دنبالش میرد، میاد سرکوب میکند، بهانه میابد. اما یک چیز دیگه است، همیشه هم که اینطوری ادامه پیدا کرده نمیتوند. یعنی جامعه در هر صورت توقع جامعه، انتظار جامعه از رسانه، از اخبار، از گرفتن اخبار، منابع اخبار با یکی دو تا رسانه که بسنده نیست. و این که فکر کند که حکومت تاجیکستان یا هر حکومت فرقی ندارد، هر حکومت سرکوبگر یا جناحی سرکوبگر یا دیکتاتوری فرق نمیکنه، هر حکومت با نهادهاش فکر کند که میتوند پیش راه اطلاع رسانی را بندد، واقعا یا ساده است یا غلط کرده یا خودش فریب کرده یا معذرت میخوام کاودن است. چون امکان ندارد که شما تصور کنید فضای اطلاعاتی یا اینترنت مثل آسمان است. چطوری میشه است که آسمان بیان دروازه بزنن؟ اگر میشتم چه امکان دارد؟ اصلا امکان ندارد. مثل همون اخبار میان میبندن، حالا یک چیز دیگه پیدا میشد، اونم میبندن با یک چیز دیگه. چون تا زمانی که نیاز مردم و اطلاع رسانی که این چیزی من فکر فطری است، شنیدن خبر، آگاه شدن، معرفت پیدا کردن، این یک چیزی ویژگی فطری هر انسان از ذاته است، نمیشه از هیچ آدم گرفتن. وقتی گرفتن نمیشه مطمئن باشید که انسانیت نیاز دارد، وقتی که نیاز هست برای تأمینش وسیله هم پیدا میشه. یعنی با نظر اینکه همین جناح سرکوبگر تا وقتی هست، یعنی یک رسانه مستقل بدون مشکل، بدون مانع ها، بدون چنین مشکلی زیادی حقوقی خیلی که در بیانیه اخبار آمده است نمیتواند باشد. درست است؟ بله من مطمئنم که امکان نداره، چون وقتی که عرض کردم وقتی خود اخبارم، مسئولین اخبارم و این وقتی میگن که جناح سرکوبگر، اما من امیدوارم، البته باور دارم که حالا 1 سال است 2 سال است این جناح‌های سرکوبگر میروند. یعنی چی امام علی رحمان میخواهد نمیخواهد، امام علی رحمان هم که 1000 سال نیست، اونم رفتنی است، سرکوبگری هم رفتنی. این مردم باقی میموند، وظیفه یک خبرنگار باقی میموند، نه که خبر رسانی. حالا امرالله فرمودن که مثلا یه روزنامه نگار یا دیوانگی دارن، من فکر میکنم دیوانگی روزنامه نگار مسئولیت داره، مسئولیت شناسی، یعنی یک مسئولیت اجتماعی است که روزنامه‌نگار میاد فعالیتش انجام میده. مسئولیت شناسی با وجود همین فشارها و با وجود ریسک‌ها. بله اون دیگه ببینید مسئولیت شناسی وقتی انسان آمد از اکثریت این خبرنگارایی که واقعا مسئولیت شناسن، اونا انسان‌های از خود گذشتن، یعنی آدمایی هستن که با جان خودشون حتی حاضرن که با قیمت جانشان وظیفه‌شون، حرفه‌شون انجام بدن، مسئولیت رسالتی که نزد انسانیت فکر میکنن که دارن اون انجام بدن. برادر امرالله شنیدید اکی ظفر گفت که تو وقتی که همین جناح سرکوبگر هست، یعنی چنین فشارها، چنین برخوردی سخت و خشن نسبت روزنامه‌نگاران و نسبت رسانه‌ها وجود خواهد داشت. به نظر شما یک ژورنالیست یا یک رسانه در چی کرایتریا، در چی وضعیت شرایطی کار کند که برای حکومت قابل قبول باشد؟ یعنی یک کاری کند آیا چنین وضعیت شرایطی وجود دارد، در حالی که ما در خود تاجیکستان فاکولته ژورنالیستی داریم مثلا و دکان هم دارد، دکان هم فعال هم هست. یعنی به نظر شما چی شرایط میتواند که
یعنی دو چیزه، هم مثلا فشار نباشد و هم وظیفه خودش یک ژورنالیست انجام بده. در کدام آیا مثلا این جنای سرکوبگر در چی شرایط میتواند یک رسانه را یک واقعا رسانه مستقل را قبول کند؟ اصلا من فکر میکنم که جناح سرکوبگر و یا اینکه کسایی که همچون حکومت نظامی در خیلی کشورها فعالیت میکنن، اینها زمان به یک ژورنالیست و یا اینکه یک رسانه اجازه فعالیت میتین که در چارچوب خواسته های اونها عمل کند و هر وقت هم از چارچوب اون خواسته ها پاشون فراتر گذارند، همون روز و یا اینکه بعدتر مورد تعقیب و یا سرکوب قرار خواهند گرفت. ما همین مثال ها را میتونیم که در مصر هم چون خیلی از واقعه ها و یا اینکه حادثه هایی که و یا عملکردهایی که حکومتداران ما انجام میدهند، اینها یک نوع نسخه برداری از همون مصر فکر میکنم که برداشته میشوند، چون که چی در بخش دینی چی در بخش اطلاعاتی و نظامی خیلی هم چیزهای ما داریم که من فکر میکنم و یا اینکه خلاصه اطلاعاتی من به همین نتیجه رسیده است که خیلی از رفتارهای حکومت تاجیکستان به یک نوع کپی شده و یا اینکه نسخه برداری از رفتارهای مقامات سیسی اگر که در همین زمان حاضر و یا اینکه پیشتر در از زمان مبارک یک نوع نسخه برداری شدند و همون بعضی جریان هایی که در مصر فرض کردیم عمل میکردند در زمان تا برکناری مرسی، بعد از چند مدت همین حکومت سیسی که اونها حکومت سیسی را به وجود آوردند، همین حکومت سیسی اونها را از پا در آورد و همین نظام و یا اینکه جناح سرکوبگری ما هم فرض کردیم اگر همون یک رسانه که امروز در داخل عمل میکند و یا اینکه اگر فرج را به مثال بیاریم که حاضر در خدمت اونها قرار دارد و یا اینکه یک مدتی قرار داشت، اگر فردا پاشون از خواسته های اونها بیرونتر گذارند و یا اینکه گویند که ما واقعا هم یک رسانه مستقل و یا اینکه یک هفته‌نامه مستقل هستیم و دیگر آنچه شما میفرمایید ما چاپ نمیکنیم، حداقل بگن که اعتراض کنن که ما چاپ نمیکنیم، شاید فردا بالایشون یک بلای بیارند و به همین خاطر اینها فکر نمیکنم که بر اندک چیزی از خواسته های خودشون یگان شرایطی وجود ندارد که یک رسانه مثلا فعالیت یک رسانه مستقل و مثلا قابل قبول باشه در نزد همین حالا این جناح سرکوبگر فرض کردیم در مثال اخبار، من به اون چیزی که در بیانیه اخبار آمده است و یا اینکه در همون اطلاعیه اخبار درباره قطع فعالیتشون آمده است، راستی من چندان خوشنگر و یا اینکه نظری مثبت ندارم به آنچه که در آن آمده است. از یک نگاه فعالیت اخبار در تاجیکستان توسط دادگاه عالی کشور در ماه فوریه قطع شد و یا اینکه همچون فعالیت غیر قانونی اعلام شد و در این بله همین سال ولی در مدت 10 ماه اخیر اخبارکام کار کرد. حالا کار کردن در شرایط حاضر یعنی بیرون از تاجیکستان ما به غیر اخبارکام ما در حوز حاضر ازده داریم، پیام داریم، نمیدونم اصلاح داریم و تاجینفو داریم و شاید چندین رسانه‌های دیگری داشته باشیم که ما نمیدونیم، نمارشون رو نمیدونیم. این هم واقعیت دارد که اونها بر هر شیوهی برای مخاطبای تاجیکستانی خودشون و یا اینکه کسایی که کریلی میخونن اونها خبررسانی میکنن، چی از حزب تحریر باشد و یا اینکه چی از گروه‌های دیگری که در تاجیکستان ممنوع اعلام شدن، اما اونها رسانه دارن و رسانه‌های اونها خیلی هم جانبدار و یا اینکه موافقا و مخلصای خودشون رو هم دارن. این چیز رو انکار کردن نمیتونیم و از ذکر نامشون اینجا خودداری میکنم.
اما در همین شرایط مثلا همین اخبارکامی که رسما فکر میکنم در جای ثبت نشده بود، اگر همین اخبارکام در همون کشوری که فعالیت میکند در چخیا اگر ثبت نام میکرد و رسما فعالیتشون رو اعلام میکرد که این رسانه در نمیدونم وزارت دادگستری و یا اینکه وزارت فرهنگ کشوری چخ ثبت نام شده است، هیچ وقت دادگاه تاجیکستان این جرأت را نمیکرد که آمده یک رسانه‌ای که در یکی از کشورهای اروپایی و با گفت شریک استراتژیکی هم نباشد، شریک اقتصادی و یا اینکه هم فکری حکومت در تاجیکستان هست، آمده این رسانه رو توسط دادگاه عالی فعالیتش رو غیر قانونی اعلام کند. این مسئله که گفتید واقعا نیاز به بحث دارد و به بحث جداگانه دارد، ولی واقعا چیزی گفتید یعنی که یعنی واقعا مشکل است برای جناح سرکوبگر یا یعنی رژیم که داریم کار کردن در چنین در یعنی چنین حکومت یا که حکومتی که وجود دارد در چنین فضا کار کردن خیلی مشکل است. حالا میریم اکی ظفر، من یک امیدی شخصی بگم یا مثلا نمیدونم یک توقعی شخصی شما هم دارم و داشتم و خیلی از مردم هم دارن، بخصوص وقتی که مثلا حالا این نسلی روشنفکری تاجیک، چی مخالف، چی فعالان، چی روزنامه‌نگاران، چی نویسندگان، حالا دارن کوچ میبندن به اروپا و در عموم به غرب کوچ بسته شدن و بعد همین انتخابات 2020 بسیار کارشناسان به این نظرن که خیلی از روزنامه‌نگاران در آینده هم به اروپا کوچ میبندن، یعنی عددی روشنفکرای تاجیک به اروپا و در اون به غرب بیشتر خواهد شد. به نظر شما که شما خودتان یک تجربه موفق همین رسانه‌داری رو از پشت سر کردید، آیا وقتش نرسیده است که و شما هم درباره اهمیت رسانه‌های مستقل و وجود آنها در فضای اطلاعاتی کشور صحبت کردید، تاکید کردید، آیا وقتش نرسیده است که شما و اون تیمی که دارید یک سامانه، یک خبرگزاری رو یا همون مثل همون آزادگان یا برقرار کنید یا از نو تأسیس؟ خب ببینید، البته ما که خیلی دوست داریم که فعال بکنیم، اما یک سری مشکلات‌های گویم که قانونی که هست، اداری یا باید طی میشد که خب الحمدلله طی شده و ما دنبالش هستیم. حالا من نمیخوام که الان وعده کنم که فردا فعال میکنیم، اما در پی این هستیم و داریم آماده میکنیم. انشالله امیدوارم که در فرصت‌های نزدیک آزادگان به فضای اطلاعاتی کشور برمیگردد. و اونطوری البته چیزی که امرولا گفتن این واقعا موضوع هست که شاید جای دیگه بپردازید، اما کوتاه میخوام بگم که بله، ما میخوایم ثبت نام بکنیم در اون کشوری که هستیم و من البته مطمئنم که شاید اخبارکام هم ثبت نام شده باشه. الله آواز کمتر او همون چی را قطع کنید. و اونجایی که امرولا اشاره فرمودن که موضوع ثبت نام در کشوری که یک رسانه فعالیت میکنه یا مثلا ادارش اونجا هست، این موضوع خوبه هست البته در اصل خودش. اما ببینید، دادگاه عالی کشور میتواند در هر جای دنیا یک رسانه ثبت نام شده باشد فعالیتش در حدودی در قلمرو، بله در قلمرو خودش، یعنی که در تاجیکستان فعالیت مثلا بگیریم فلان رسانه من است، غیر قانونی است. اینجا مشکل چی میشه؟ اینجا مشکل اون میشه که اونایی که در داخل اون کشور هستن، مثلا حالا در مثال تاجیکستان، در داخل تاجیکستان هستن، همون مشکلی که برای اخبار پیش آمد، نه خبر میتونن بتن، نه همکاری میتونن بکنن و خواندنشون هم مشکل میشه، یعنی که دسترسی با این رسانه از سوی مخاطبا محدود میشه. این جای خودش با همه این، در هر صورت ما دنبال اینیم که از طریق سلسله مراتبی
اداری تای بشود که یک بخشش تای شده و فعالیت انشالله شروع کنیم. من فکر میکنم امیدواری به این که ما امیدوار باشیم، توقع داشته باشیم که در داخل کشور عرض شود که این جناح سرکوبگر که متاسفانه خیلی قدرت گرفته بعد از این انتخابات، البته انتظاری ها بود که شاید بعد انتخابات کم قدرت اینا کمتر میشد، که نه متاسفانه همونطوری که بود باقی مانده و شاید هم قدرتمندتر هم شود. اما واکنش هم مطمئن باشد که شدیدتر میشه، یعنی عاقبتش نتیجهش خیلی بدتر از این میشه. هیچ نفعی ندارد. اگر یه ذره نفع میداشت برای کشور من جانبدار بودم، اما متاسفانه هیچ نفعی نداره برای ملت نه برای کشور. برای یک خانواده شاید نفع داشته باشه یا برای یک مافیا. از این نظر در داخل کشور منتظر باشیم که این جنای سرکوبگر آرام میشن یا مثلا از سر قدرت میرند و بعد فعالیت رسانه‌های مستقل تقویت میشد، مستحکم میشد. این توقعی یک کمی خوشبینانه و تا جای ساده لوحانه است. به همین خاطر حالا با توجه به اینکه یک پتانسیلی خیلی قوی رسانه‌ای در خارج از کشور هستند، حالا فقط اروپا نه، در آمریکا هستند، در روسیه هستند و در کشورهای سابق شوروی هستند، در کشورهای منطقه هم هستند، بیرون آمدن. واقعا یک پتانسیل قوی خبرنگارای تاجیک در بیرون از کشور قرار دارن و اگر بشاید اینا را برای بازگشتنشون و فضای اطلاعاتی کشور، حالا چه از طریق رسانه آزادگان چه هر طریق رسانه های دیگری که من مطمئنم که دوستان دنبالش هستن تاسیس میتن، اگر برگردن فکر میکنم فضای اطلاعاتی کشور تا جای عادت میکنن. یعنی حتی همون سرکوبگرای هم شاید عادت بکنن. ببینید یه چیز وقتی گفتن میگیرد آدم مثلا میبینه که دیگه مردم میشنود، میگه که خب شاید راه دیگه شو ببینیم. من مطمئنم که شاید به این نتیجه میرسه اگر یه ذره عقل انسانی حالشان بشود. حالا اگر مثلا نشد که دیگه ما تقصیر ما نیست، اونا خودشون میدونند و سرنوشت یک فولی نیک است ان شاء الله. و ما که خودم از جمله همون طرفدارانی و خوانندگان آزادگان بودم، امیدوارم که در روزهای نزدیک بار دیگر وجود یا فعالیت آزادگان رو در خارج انشاءالله که ببینیم، شاهد باشیم. برادر که امرولا که ما به آخری برنامه رسیده ایستادیم، همین سوال اخیر همین است که شما مثلا پیشتر گفتیم عددی زیاد از روزنامه‌نگاران تاجیک بعد 2015 سرکوبی 2015 هجرت کردن به اروپا و در عموم به غرب، ولی در برابری که ژورنالیست هستند و در تاجیکستان که تنها کار ژورنالیستی و اینها را میکردن، ولی اینجا در برابری دیگر چیزها یک وظیفه های بر اساس همین پناهندگی هست، درس ها و اینها. به نظر شما یک ژورنالیست در اروپا چه خیلی باید رفتار کنند؟ اگر تجربه خودت را با مثلا بینندگان شریک می‌سازید خیلی خوب میشه. من تجربه هم خوب دارم و هم تلخ دارم، یا که هم شور دارم هم تلخ دارم و هم شیرین دارم. فرض کردیم من در این کشوری که هستم میزبانش در لهستان، یکی از کشورهای اروپایی، ما در یک باره زبان اینها رو آموختن. اگر گوییم که ما واردی کار در حوزه رسانه های این کشور میشویم، این فکر میکنم که خیلی سنگین است، چون که هم از نگاه زبانی مشکل داریم و هم از نگاه دیدی فرهنگی و اطلاعاتی که نسبت به شناخت هایی که از این کشور باید داشته باشیم خیلی هم کمتر و شاید در اندکترین وقت یک ضربه بخوریم که اگر که فعالیت از سر کنیم در نظر دارم به نفع ما نباشد. و همین خاطر فکر میکنم که در فضای اطلاعاتی اینجا و در محیط اینجا کار کردن برای یک روزنامه‌نگاری که از دیگر کشورها میآید خیلی کاری آسان نیست، بخصوص برای من که من 5 سال شد همینجا هستم، تا حال زبان اینها را به قدری که خودم میخواهم آموخته نتونستم، ولی چی رسد به فرهنگ و دیگر بخش‌های این کشور. به همین خاطر تغییر کسب کردم، ولی مجبور هستیم که تغییر کسب کنیم و این تغییر کسب ها شاید که کوتاه مدت باشه و در دراز مدت
بر بگردیم. من در سال مثلا یک سال پیش هم حالا وقتی که از تشکیل رسانه و یا اینکه تأسیس رسانه گفتین خبرنگاران تاجیک گفتین، مثلا همین تجربه تلخی که من داشتم، من 6 ماه با یک رسانه داری تاجیک در همینجا کار کردم، متاسفانه در همینجا هم در کشور اروپایی هم آمد بالای ما کلاهگذاری کرد و پول را نداد. حالا یک تاجیکی که مثلا در یک کشوری غربت می رود و بازم می خواهد که برای کشور خودش کار کند و یا اینکه برای مردم و حوزه اطلاعاتی خودش کار کند و با همین حالات روبرو می شود. یعنی در قدم اول به اون ضربه میزنند و بالاش کلاهگذاری میکنند. اون تاجیکی که در اینجا اجاره نشین است، اون روزنامه‌نگاری که مجبور است که خرچی خود، خرچی خانواده و خرچی نمیدونم چندین خرچ‌های دیگری که بالایش است باید پرداخت کند و نمیتواند پرداخت کند. اینجا تاجیکستان است که از پدرمون انتظار داشته باشیم یا که از برادرمون یا از کسای دیگر. حالا کسایی که در کشورهای حوزه اروپای غربی زندگی میکنن شاید که فرق کنن مسئلهشون، اما کسایی که در حوزه کشورهای شرقی اروپایی زندگی میکنند مثل ما، مثلا تمام خراجات خانه و نمیدونم خراجات زندگی به عهده خود ماست پیش اینکه به عهده کسی دیگر باشد. همچون پناهنده هم که هستیم خراجات بالای خود ماست و به همین خاطر ما مجبور میشیم که بعضا روز مثلا دینبند 14 ساعت تقریبا کار کردم. برای یک کس 14 ساعت کار کردن، اگر همین 14 ساعتی که من در دیگر حوزه کار میکنم در بخش اطلاع رسانی خودمان کار کنم و یا اینکه در بخش اطلاعاتی خودمان کار کنم، شاید که این 2 روز کاری برای 2 روز کاری من باشد مثل 1 روز کاری، چون ساعتهای کاری ما 8 ساعتی است معمولا در رسانه ها. یعنی من 2 برابر اینجا زیاد کار میکنم تا محتاج کسی نشوم. بعد همین کسایی که دیگر کسایی که میشناسم تقریبا احوالشون از ما خیلی فرق نمیکنند. یعنی ما تغییر کسب کردیم، این تغییر کسب شاید در کوتاه مدت باشد و در دراز مدت بر بگردیم به آنچه که خودمان پیشتر زحمت چه میکشیدیم. سلامت باشین الله و امیدواریم که ژورنالیستانی که اینجا میان یعنی فشارها رو مواجه میشن و مجبور میشن وطن رو ترک کنن، اینجا بیان و در اینجا یک شرایط بهتری رو پیدا بکنن و حالا چنین گفتیم رسانه های تاجیک فعال شوند مثل دیاسپورا ها و دیگر که تاجیک، یعنی این ظرفیت و امکانات ژورنالیستان به هدر نرود، برعکس از این تجربه ها برای ملت استفاده شود. دوستان گرامی، برادران ارجمند، خواهران گرامی و هموطنان عزیز، این بود برنامه ما و من از یکی مهمانان برادر امرالله نظام، ژورنالیست و روزنامه‌نگار مستقل و مقیم در لهستان و همچنین از اکی ظفر صوفی، شاعر، نویسنده و مؤسسی گروه رسانه‌ای بزرگواران و همچنین از یک شما برای اینکه با ما بودید تشکر میگویم. شاد و موفق باشید تا برنامه بعدی. خدا نگهدار.